بعد چوری و هر یک فهمیدن ورزشکارا که اگر که میدان بیاری اگر بهترین ما میدان بیارن بعد ما با منم 10 نفر بهترین ورزشکاران سال رو معین کردیم، اعلام کردیم و در رسانه‌های خبری درج گردید و همگان میدونند که اینها کی هستند و امروز آنها رو ما به اینجا دعوت کردیم و بار دیگر گفتنی هم که سال 2014 برای ورزشکاران تاجیک اصلا با مسابقات بسیار هم بزرگ و پرنفوذ قطعوی بازی‌های 17 آسیایی خاطرمان است که در آنجا ورزشکاران ما 5 مدال از آن جمله 1 مدال طلا، 1 مدال نقره و 3 مدال برنجی به دست آوردند. انا همین جایزه رو با دلشاد نظرف سپارم به ورزشکار بهترین سال 2003 وقتی که بازی آسیایی مرکزی بودن همجا رمزی بازی هم اوپو بود. برای همین تشکر. بهترین ورزشکاری سال 2014 سرفراز می شود. سرتون گیرد کرد. تبریک صدقی داد. جایزه بعدا خوشقدم خسروف در رشته سامبو اکمال‌الدین کریموف در رشته سامبو از ناحیه کوهستانی سرطان آمدگی این کسب همین قدر در مسابقات شرکت بکنم. تبریک است.